سلام دوستان، امروز میخوام تفاوت گرمکنپاهای عروسکی خودمون با گرمکنپاهایی که توی بازار موجود هستش رو بهتون بگم. همونطور که میبینید تفاوت اولش توی ریموتش هستش. این محصول ریموتش 4 درجه حرارت قابل تنظیم داره که شما میتونید توی 4 تا تایم مختلف تنظیمش کنید که به صورت خودکار خودش خاموش بشه. و اینم تنظیم حرارتش هستش. ولی گرمکنپاهای که توی بازار موجود هستن عروسکی‌ها این امکان رو ندارن. فقط یک دکمه خاموش روشن آن و آف دارن که خب زیاد ایمن هم نیست، ممکنه که گرمکن داغ بکنه و مشکلی براش پیش بیاد. یه مورد دیگه ای که خیلی این محصول رو خاص‌تر کرده اینه که همونطور می‌بینید زیر این محصول زیپ داره و المنت گرمایشی داخلش قرار میگیره. میتونید این المنت رو کاملا جدا کنید و این محصول رو به راحتی بشورید. هم میتونید توی ماشین بندازین بشورید و هم با دست، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. همونطور که میبینین این محصولات نیو کالکشن هستن. از نظر طراحی، از نظر کیفیت دوخت فوق‌العاده عالی هستن و اصلا قابل مقایسه با مدل‌های موجود توی بازار نیستن. و همینطور این کارا رو توی سایت‌های خارجی مثل علی اکسپرس به قیمت $16 که معادل 900,000 تومان پول ما هستش میفروشن که ما این محصولات رو با کمترین قیمت به شما میدیم.